مثلا فرض کنید طرف بوداییه، هیچ وقت خواب امام حسین میبینه؟ نه. طرف عاشق امام حسینه، خواب مسیح میبینه؟ نه. در واقع این که بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفتستان، میگه خواب عیسی مسیح رو دیدم، خواب محمد رسول الله رو دیدم، پیامبر بر من ظاهر شد، این ندای باطنی رو به من داد. مثلا فرض کن یه چیزی دیدم، اون اومد اینو بهم گفت، بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفتستان نهان. چون هر مقامی به کل هستی اضافه بشه، ساختار هستی هولوگرافیک است. هر جزء از هستی اطلاعات کل هستی را در خود دارد. هر مقامی تا کنون پشت سر گذاشته هستی اکنون در شما هست، هستش. من یه مقام دارم، شما یه مقام، ایشون یه مقام، ایشون یک مقام. تا قبل از تولد عیسی مسیح مقام عیسی مسیح که وجود نداشته، که اون آدم اومد اون تجربه رو پشت سر گذاشت، اون مقام به وجود اومد و به هستی اضافه شد. یه چیزی به هستی اضافه کرد، نه اینکه چون عیسی مسیح بوده، نه اینکه چون محمد رسول الله بود، نه اینکه چون آدم خیلی بزرگ، نه منم هم، شما هم، اصلا بقیه همینه، همه همینه. هر یک از ما میایم میریم، ایفای نقش میکنیم و به واسطه بودن ما چیزی به کلیت هستی افزوده میشود، یک مقام اضافه میشه و اون مقام دیگه هستش. یادتون عرض کردم هیچ چیز در هستی گم نمیشه، هیچ دیتایی گم نمیشه، هیچ تجربه‌ای گم نمیشه. اگه ناظر زمینی مکانشو ببره به 2500 سال نوری دورتر از سیاره زمین، از اونجا با یه تلسکوپ به زمین نگاه کنه، الان به زمین نگاه کنه، چی رو میبینه؟ زمان هخامنشیان رو میبینه. چرا؟ چون 2500 سال نوری فاصله داره با زمین. نوری که از زمین 2500 سال طول کشیده تا به چشم اون ناظر برسه، تصویر 2500 سال پیش زمینه. پس آیا میتونیم ببینیم که زمان هخامنشیان چه بر زمین گذشته؟ واقعا خودمون ببینیم؟ بله، فقط نقطه ناظر مهمه. نقطه ناظر رو عوض کنیم، اطلاعات گذشته اکنون در هستی هست. اینا قوانین فیزیک آپتیکه. هیچ دیتایی گم نمیشه در هستی، کلش هست. ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. یادتون راجع به این با هم صحبت کردیم که فضا زمان، ما در فضا زمان حرکت نمی کنیم، بلکه کل فضا زمان در بستر آگاهی ما تجلی پیدا میکنه و تجربه میشه. چیزایی که از تاریخ به شما رسیده کجا تجربه میشه؟ در درون. اون چیزی که بیرون می انگارین و میپندارین، میگن اون بیرون کجا تجربه میشه؟ در درون. آدمای دیگه، موضوعات جالب و اتفاقات خوب و بد کجا تجربه میشه؟ در درون، در آگاهی شما. کل صحنه زندگی از تولد تا مرگ ما میایم میریم، کجا تجربه میشه؟ در درون. در درون. بنابراین اگه میخواین کسی رو بشناسین، مقامی رو بشناسین، عارفی رو بشناسین، پیغمبری رو بشناسین، اگه میخواین خدا رو بشناسین، اگه هر چی رو میخواین بشناسین، باید کیو بشناسین؟ کل اون مقام ها در کل هستی که ساختار هولوگرافیک داره، در هر یک از اجزای هستی انعکاس یافته. شما به عنوان یک جزء از هستی دارای اطلاعات کل در خود هستین. این شامل زمان هم هست، کل گذشته و کل آینده.